گردنم حامد علی دهنت سرویسه علی دهنت سرویسه معلم همیشه این کلاها سعی کنید سرتان بره. کی بود؟ هنوز شروع نشد. آیه هاشمی کی رو میخواست؟ یه عدد بود. 14 بشمون از کجا شروع کنیم؟ از اینجا از اونجا من تو او ما با شما. از هر جا که دوست داری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 آقا سالار عزیز به افتخارش ببرمید بیوی هم پشت داره قضیه آقا اینجا بدم بله برعکس درسته نه درست بریم دوبار یه اسمو نمیتونی تکرار کنی ببرمید آقا مهدی امینی نه داور میگه نگاه نکنی لطفا آقای تبریزی حامد از آرامش میگیرم داداشی روزگار نامرد تو باشی از آرامش میگیرم داداشی مهدی تبریزی تشریف یکم فاصله کنم کمتر کنید. حامد تبریزی خیلی دست بزن صدای حامد کافشن تبریزی مشخصه. خیر سالار خیر آقا مهدی من اصلا جسارت میکنم به شما آقا مسعود خیر آقا مسعود خیر آقا مهدی امینی خیر حامد آقای مسعود اقوامی یا لطفا یا آقا مهدی تبریزی آقا میشه نگاه نکنی آقا نگاه میکنه مسعود آقا مسعود باش این جلو آقا فقط لنز دوربین باید تماشا کنی. آقا این جلو اینطوری حامد تبریزی نه با مسعود الان گردن نزدم. کج آقا، اون الان نگاه کن بابا من جلو هم فقط لنز رو باید نگاه کنی. مهدی امینی نه خیر نه آقا، نه نه. دیگه خیر. زنی های آقا شروع شد مهدی تبریزی نه والا من خیر، جسارت اصلا. نمی‌کنم آقا مسعود این سالار بود نه دست سالار مفلس مهدی امینی حامد تبریزی ای منی آواره گویم اول فن این بودی ولی نمیتونی خودش گفت چیکار دارید مهدی تبریزی آقا مسعود بله جان بابا ببر آقا مسعود میشینین درست بود بله ببر بیا دیگه سالا بیا دیگه خواهشم فقط لنز دوربین نگاه کن. آقا داور بود نه نه لنز دوربین نگاه کن. نه داور نمیتونه باشه. حامد تبریزی نه خیر öz şurada مهدی تبریزی نه خیر آقا این داور علی معلم افتخار داوره کلامو بده کلامو بده
یا امام حسین تو مگه داور حق زدن نداشت ولی من فهمیدم. آقا یه مزاح بودیش نکن. دران اینکه تو بی شخصیت. بزن بدو بابا اینکه چی در ولی حضرت عباسی هر کی بود هر کی بود چی بود آقا همه دارن شاهدن دیگه. یه دقیقه واسه هیچی دیده نمیشه. آقای واقعا هر کی بود میشینه واقعا گفتم واقعی آقای مورکس. آقا مورکس بریم سه کی بود اسمت؟ حامد نه به تبریزی. خدا مسعود نه عباس. والله استغفرالله این مهدی تبریزی بود. من دستم اینجا وجدانا هر کی به بود. خدا میگم دستم اینا اینجاست این آقا مهدی بود. آقا مهدی این حامد تبریزی بود. خدا. ببین مثل جفتک زد اینو. حامده. نه به خدا حامده. این من بودم ولی دوبار اسمم دوبار اسمشو گفته بود. بریم مهدی امینی بود. نه این مهدی تبریزی بود. نه حامد تبریزی. بله من بودم میشینم آقا مهدی امینی تشریف بر آقای امینی. لا بارك زبر تعالى ولا نفر وسلم لك الرطب عيوب على الورور عيوب لا بر نه فقط یه فاصله تون کم کنید که ببینیم چی میشه. داش حامد نه بخون ضربه شبیش بود. آره حامد ضرباتش مثل چیز میمونه. مهدی امینی دست نزنی که مشخص نشه آقا رفیق میزنه دعوا میکنه ولی بین خودش حل میشه. جانم بگو فقط لنز دوربین نگاه کن خاشم. بله آقای مهدی امینی نخیر. برو نکن چه من وایسه بیا وایسا بزن. آقای مهدی امینی نه خیر آقا. بله این دیگه آقا مهدی بود که من خیر آقا شما دو تا اسم پشت سر هم نمیتونی برید. میدونم بابا خودت. میدونم این بود سالار مؤیدی خیر این بود مهدی امینی خیر. این آقا مهدی امینی این آقا مهدی بود که نمیتونم بگم خیر. آقای مهدی امینی آقا معلم بود بریم ولی در اوج قدرت انسان باشید مثل انسان خواهشم ضرباتتون مولک نباشه. بریم 3 2 حامد تبریزی خود تشریف. نه به خدا این حامد تبریزی. نه به خدا نه این مهدی امینی بود. سه بیا. نه به خدا میگم نه بشین آقا این فیلم ها بعداً باز همین الان نگاه می‌کنیم بعدش مهدی حامد تبریزی. نه این مهدی امینی بود. آره این مهدی امینی بود. نه به خدا نه آقا مهدی رو قبلیش گفت آروم زدی با موجه بزنیم بده همه نه فقط برای شما. مطلب سالار من اینجا سرطان آقا مهدی حامد نه این آقا مهدیه بود آقا مسعود آقا مهدی امینی حامد تبریزی خیر. وجداناً برای من همینجوری میزدن. سالار بله احسن قشنگ بود. آقای مهدی امینی نه آقا عاشقانه قشنگ بزنید صدا باز بزن. حامد درست گفت آقا رفتم من فکر کردم دیالوگ اشتباه بود. جواب تو تانکه. اب نداره. همون که آقا مسعود میگه. آقا این علی معلم نبود آقا علی معلم آقا چی؟ تخت جمشید تخت داره هر بازی برداشت داره تخت جمشید تخت داره علی دهنت سرویسه علی دهنت سرویسه معلم خیانتت میکنی
معلم حمایتت میکنه. معلم حامد تبریزی بود. نه به خدا. این حامد تبریزی بود. نه به خدا. مسعود خدا لعنتت کنه. نه من اینجوری رفیقم یعنی بابا بشین دیگه. همش یه 4 تا میبینه. بشین درست بشین. حامد تبریزی بود. نه. اوه. بیا این مسعود بود. بله. آروم بزنید آقا مسعود داشت بزرگم بود. حامد تبریزی. نه متاسفانه. بیا این سالار دیگه. سالار بود. بله درست بود. آقا مسعود اینو دیگه آقا مسعود بزن. اشکال نه. نمیدونم. آقا مسعود بیا اینور گزینه‌های اضافه ترش بیا اینور. بگو داداش بگو. آقای مهدی امینی. نه. آقا حامد. نه. آقا حامد. نه خیر. اینو زدی ولی نمیتونم بگم. آقای مهدی تبریزی. من اوه این گردنم آقا شکست. چرا خودت درست بزنی؟ آقا مسعود. فکر کنید معلمه. حال بدید بهش. نه. آقا حامد. نه خیر. آقا حامد. نه دیگه. اینا رو میدونم. من شرمندم من اصلا این کارا. بابا. آقا مسعود. نه. آقای مهدی تبریزی. من از نذاریم باز میدونم برم اصلا. ساکته. آقا حامد. آقا فقط لنز رو نگاه کن قاشن. مثلا آقا بیمار باش. آقای امینی. نه خیر. آقا مسعود. نه خیر. مگه میشه؟ آقای امینی. نه. آقا مسعود. نه هرگز نه. اگه داریم سرفه می‌کنیم. دوربینا رو می‌بینیم بعدا. بله. خودت هم می‌شینی حالا وایسا. که من نه من. به محمد معلم. محمد نه. علی معلم که نمیزنه. معلم. معلم دوست داریم. لکش برکت مور برکت. اگه تو دیگه اینجا بلند شدی اینو بگی. به جان خودم همین الان سردرد دارم حالت تبروش بکنم ضربه مغزی نه آقا شد. درست. آقا حامله کم آقا. حالا تعامل حامله بشین آقا. ضربات زیاد بوده اثر کرد خب ولی وجدانن آقا فکر کنید آقای مهدی امینی نشسته. باشه برگرد. آره فکر کنید من نشستم سالار به حضرت عباس. باشه. حالا نباید برگردی. من اینا تو دلم چرا برمیگردی؟ بابا بیا این حامد تبریزی بود. نه به خدا. این سالار یا نه. چی بود آقای محترم؟ آقای محترم حامد تبریزی. نه دیگه. این حامد تبریزی بود. آقا مسعود آروم بزن. بابا نکن سالار آقا مسعودی این آقا مهدی امینی بود. نه. آمدی آقا این آقا مهدی امینی بود. نه. این مهدی امینی بود. نه. بابا بعد این مهدی تبریزی بود. نه. این حامد آقای به جان خودم چشم ایجادی نمیبینم. وایس خود لااقل بگم. این چیز بود مهدی تبریزی بود. من تبریزی حامد اینجا تبریزی بود. وایساده واگذارش به خدا. بزن. این مهدی تبریزی بود. منم سرگشته حیرانت ای دو حتما میخوای ببینم تو نبودی که تو بلند کن. نمیدونم کلاه شلوار هم دارم من کلاه میگردی؟ کی بود؟ حامد تبریزی که نبود. کی بود؟ هر کی بود حامد تبریزی نبود. من نبودم. مرسی. فدای همتون بشه. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. دمتون گرم. چطور بود؟